سلام و عرض ادب. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، شاد باشید، در آرامش باشید. بهار گلشایی هستم با سری ویدیوهای مراقبه مقدماتی. امیدوارم که این ویدیوها کمکتون کنه تا شرایط زندگیتون بهبود پیدا کنه، استرس از زندگیتون بره و در آرامش باشید و شاد باشید. توی ویدیوهای قبلی تمریناتی رو بهتون دادم. الان ازتون میخوام تمریناتتون رو حتما انجام داده باشید و بعد این ویدیو رو ببینید. اگر تمرینات رو انجام دادید این ویدیو رو ببینید و تمرین این هفته رو انجام بدید. ما امروز میخوایم در مورد کلام صحبت کنیم. کلام ما عصای معجزه‌گر ماست. اگر از کلاممون اشتباه استفاده کنیم نه تنها یک دریچه رو آلوده کردیم، بلکه به زندگی خودمون هم آسیب‌های جدی وارد می‌کنیم. زمانی که حرف‌های بد می‌زنیم، زمانی که حرف‌های منفی می‌زنیم، زمانی که غیبت می‌کنیم، زمانی که داریم حرف‌های رکیک به زبون میاریم، زمانی که غر می‌زنیم و ناله می‌کنیم، اونجاها داریم دریچه کلام رو آلوده می‌کنیم. هر وقت کلامت به حرفهای منفی آلوده شد، بلافاصله تغییرش بده. بلافاصله کلام مثبت جاری کن. بلافاصله. چون قدرت کلام تو توی زندگیت اثر میذاره. چون اگر تو از کلامت درست استفاده نکنی، همون چیزی رو که به زبان میاری توی زندگیت جاری میکنی و آدم‌هایی با همون انرژی ها رو توی زندگیت جذب میکنی. بنابراین یاد بگیر که از کلامت درست استفاده کنی، چون کلام تو عصای معجزه‌گر توست و این رو مدام به خودت یادآوری کن. مدام یادآوری کن برای اینکه تو میتونی بسیار بسیار قدرتمند ازش استفاده کنی. قطعاً ویدیوهای راز رو یا دیدی یا در موردشون شنیدی. راز فقط همین رو بهت میگه: کلام تو، کلام تو، کلام تو و قدرت کلام تو تمام انرژیه که میتونی جذب کنی. از کلامت چطور استفاده میکنی؟ به همه چیز زندگیت غر میزنی؟ از همه چیز ایراد میگیری؟ حال خودت و اطرافیانت رو خراب میکنی؟ فحش میدی؟ همه اینها به تو آسیب میزنه عزیز دل من. همشون به تو بر میگرده. یاد بگیر از کلامت درست استفاده کنی. استفاده کردن از کلام صرفاً این نیستش که جملاتی رو به زبون بیاری و اونها رو مدام تکرار کنی. حالا اینها میتونن جملات تأکیدی باشن، جملات بیانی باشن یا ذکر گفتن باشه. فرقی نمیکنه. اگر تبدیل بشه به ورد، یعنی بدون توجه انجام بشه، هیچ نتیجه‌ای برات نخواهد داشت. تو فقط زمانی میتونی از کلامت بهره ببری که توی اون لحظه واقف باشی چی میگی، با گوشت و پوست و استخونت لمسش کنی و بعد به زبون بیاری. اگر به صورت ورد استفاده کنی هیچ کاربردی توی زندگی تو نداره، به هیچ عنوان نداره. کلامت زمانی بهت قدرت میده که در زمانی که به زبون میاری در لحظه حضور داشته باشی. تو به روش‌های مختلف یاد گرفتی که در لحظه حضور داشتن رو تمرین کنی. این تمرین هم تمرین توه. یکی دیگه از تمریناتی که کمکت میکنه در لحظه حضور داشته باشی. به شرط اینکه در لحظه بیان کردن به هیچ عنوان به چیزهای دیگه فکر نکنی. اینجا باش، اینجا باش، اینجا باش. در لحظه حضور داشته باش. لحظه حال، لحظه اقتدار توه و تو فقط بر این لحظه قادر مطلقی. قادر مطلق. تو نمیتونی از گذشتت استفاده بکنی، نه از آینده. تجربیاتت به کمکت میان، اما غرق شدن در گذشته و غرق شدن در آینده هیچ کمکی بهت نمیکنه. چطور باید از کلامت استفاده کنیم؟ ما جملات تأکیدی رو شنیدیم، جملات بیانی رو هم شنیدیم. جملات تأکیدی مدام بهت میگه من یه چیزی رو دارم،
اما تو اون رو نداری و ذهنت، ضمیر ناخودآگاهت باهاش مخالفت میکنه، در مقابلش مقاومت میکنه و اجازه نمیده عملی بشه. با تو میجنگه، سر جنگ داره. مثلا میگی من بنز دارم اما نداری. وقتی نداری ضمیر ناخودآگاهت باهاش مقابله میکنه. خیلی ها متاسفانه اینطوری از زندگی افتادن، چون نشستن تو خونه گفتن من اگر این جملات رو بگم به دست میارم، اما عملی نشد. از قانون جذب بدشون اومد، از قانون راز بدشون اومد. چرا بدشون اومد؟ چون تو زندگیشون عمل نکرد، چون درست ازش استفاده نکردن. تو باید حتما خودت همکاری بکنی. یک قدم از تو، هزاران قدم از کائنات، از خداوند، از خالق. حرکت از تو، برکت از خالق، از کائنات، از خداوند. اگر تو قدمی برداری، برات قدمی برداشته میشه. از کلامت میتونی استفاده کنی تا سرعت بدی به روند رسیدن به خواسته ها و آرزوهات. چطور میتونی ازش استفاده کنی؟ از جملات بیانی استفاده کنی. من در مسیر رسیدن به بنز هستم. نکته مهم اینجاست، تو باید برای خریدن بنز از الان قدمهات رو برداری، کار کنی، سرمایه گذاری کنی، از انرژی ها و پتانسیل هات استفاده کنی، از آگاهی ها استفاده کنی. آگاهی های زیادی به ما داده شده که ما میتونیم ازشون بهره ببریم. مثلا علومی که به ما کمک میکنن، علومی که قدمت دارن و کاربرد دارن توی زندگی ما. تو میتونی از اونها استفاده کنی، تو میتونی از تلاشت استفاده کنی. یه جا نشستن و درجا زدن تو رو جلو نمیبره. باید افکار آلوده رو پاک کنی. در مورد افکار تو ویدئوی بعدی صحبت میکنم حتما. تو باید افکارت رو مدیریت کنی. زمانی که افکارت رو مدیریت میکنی، همه چیز دنیا به کامت میچرخه. و حالا از کلام درست استفاده کن. امروز برای زندگی خودت جمله هایی رو بنویس که این جمله ها رو مدام در طی روز تکرار کنی، اما با توجه. نکتهش همینه، نکته ریزش همینه. باید در لحظه حضور داشته باشی و اون جمله رو به زبون بیاری. باید تمام حضورت در اون لحظه متمرکز شده باشه. باید باور کنی، از قلبت باور کنی که اون جمله توی زندگیت عملی میشه. برای مثال چند تا جمله بهتون میگم. من در مسیر رسیدن به سلامتی هستم. من آدم‌های ثروتمند رو دوست دارم. همه چیز زندگی به کام منه. کائنات منتظرن تا به من پاداش بدن و هر آن چیزی که تو در زندگی بهش نیاز داری میشه جمله مخصوص به تو. این جمله ها رو بنویس و مدام توی زندگیت با توجه تکرارش کن. تمرین رو انجام بده و لذتش رو ببر. شاد باشید.